24 январ سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 دقیقه به وقت مسکو در کنار دهه یابلانوی نویه کوروچای ولایت بلگراد روسیه در فاصله تقریبا 50 کیلومتر از مرز روسیه با اوکراین یک هواپیمای حربی نقلیاتی تمغه ایل 76 سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه خبر داد که این هواپیما 65 اسیر حربی ارتش اوکراین را برای تبادل اسیران به بلگراد می‌برد. اسیران را 3 پوزبان و 6 عضو اکیپاژ همراهی می‌کردند. والی ولایت بلگراد ویاچسلاو گلادکوف در کانالش در تلگرام خبر داد که همه آنهایی که در هواپیما بودند به هلاکت رسیدند. وزارت دفاع اوکراین اظهار داشت که هنوز سر و صداها درباره از ضربه موشک نیروهای اوکراینی سقوط کردن هواپیمای حربی روسیه را تصدیق کرده نمی‌توانند. در اول نشریه اوکراینسکای پراودا با تکیه به منابعش در ارتش اوکراین نوشت که سقوط هواپیما کار آنهاست. این منابع گفتند که هواپیما موشک‌ها را برای شبکه‌های موشکی زرکا S-300 می‌برده است. نشریه اوکراینی بعد این خبر را پاک کرد و نوشت که منبع دیگر اوکراینسکای پراودا این معلومات را تصدیق نکرد. РБК اوکراین نیز به دنبال اوکراینسکای پراودا خبرش درباره از جانب نیروهای اوکراین زده شدن هواپیمای حربی روسیه را پاک کرد. وکیل دومای دولتی اندری کارتاپالوف ادعا دارد که هواپیما را با 3 موشک شبکه موشکی زرکا زدند. به گفته او در پی هواپیمای یکم یک هواپیمای دیگر با 80 اسیر اوکراینی نیز پرواز داشت، ولی بعد سقوط هواپیمای یکم این هواپیمای دومی را از نیمه راه برگردانیدند. منابع دیگر این ادعا را هنوز تصدیق یا رد نکردند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در آغاز توانست یک قسمت قلمرو این کشور را غصب کند، ولی بعدا ارتش اوکراین توانست یک قسم این منطقه را از دست روسیه پس بگیرد. در 23 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 100,000 نفر کشته شده، بیش از 5 میلیون نفر زخمی شدند.